ذهنم آروم نمیگیره دیگه. وقتی زیاد از حد به یه موضوعی فکر میکنی قفل میشی. چاره هستا ولی دیگه نمیتونی ببینی. تو خواب تو بیداری درگیری. تا اونو حلش نکنی آروم نمیشینی. گاهی خوب پیش میره، چاره میشه، گاهی هم نه. گاهی اونطوری که میخوای میشه، گاهی هم بی جواب بی جواب. گاهی فکر میکنی تقدیر دخیل توی سری اتفاقات، وگرنه همش که قرار نبوده اینجوری به بار بیاد. همش که قرار نبوده تو گند بزنی به رویات. نمیدونم، هر پیشایدی هم خوشایند نیست که بگی هر چی شد شد. نه، گاهی ایرادی نداره که زندگی اونجوری که میخوای جلو نره. نه اینکه کم تلاش کرده باشی، نه،